واژه روزنامه دو ترکیب دو کلمه عبارت است یعنی روزنامه значит در دوام روز نامه هست که اون نامه را حتما باید قرائت کرد یعنی روزنامه به همین شکل شهر داده می شود در سیمای این گفته ها میایم به اطراف روزنامه خطلان یکی از دوست داشته ترین روزنامه محسوب می‌یابد و این روزنامه بسیار تاریخی طولانی دارد این روزنامه در سالهای اولی برقرارشوی حاکمیت اتحاد شوروی در پاکستان بخصوص در آبادسازی وادی بخش سهم ارزنده خود را گذاشته است و اندیشه میکنم وقتی که خادمان این روزنامه چنان شخصان بزرگ چنان یک متفکر چنان یک انسانی که محبوب بود آغاز که از این سرشل است تا به این روزنامه این موقعیت خود را از دست نداده است یعنی از همان دور سر کرده تا به امروز روزنامه خطلان در ذهن مردم میگردد و همچون یک روزنامه روحیه‌ساز در قلب مردم مسکن گرفته است و اندیشه میکنم 90 سال این عمری با برکت است اگرچه روزنامه خطلان بارها تغییر نام کرده باشد هم ولی محتوا و مقصد فقط یگانه چیز این هدایت کردن انسان ها به نیکی و نکوکاری است و این روزنامه در برابر تاریخ طولانی داشتن در سالهای جنگ بزرگ وطنی تاریخ در سالهای جنگ شهروندی در داخل نیز خدمت کرده است و همچون یک راهنما در آن زمانهای بسیار پر از اسرار و پر از درد و غم این روزنامه به مردم پیام‌های تازه می آورد از بردباری ها از شادمانی ها نیک می آورد و به دست خواننده می رساند شکر خداوند که امروز این روزنامه بسیار با تعدادی بسیار خوب قریب زیاده از 15-16 هزار دسترس مردم می‌گردد که این یک فعال خوب است و با دستگیری محترم رئیس ولایت عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فرمان حکیم زاده این روزنامه از در یک هفته 2 مرتبه روی نشر رو می‌بیند و من اندیشه دارم که در آینده این در حقیقت روزنامه حقیقی عروضه می شود امروز ما اگر نظر به روزنامه کنیم به حد موادهای خواندن با موادهای دقت جلب کننده و موادهای تحلیلی و اطلاعاتی روی چاپ می آیند که بسیار برای خواننده خوشایند است و اندیشه میکنم من بعد این از این جاده در این جاده موفق می شود و باز کارهای نیک و نکوکاری پیش می شود محیطی که ما کار میکردیم اون محیط اگر که سازگار بود اگر که خوب بود ولی چون امروزه امکانیتی با ترتیب در آوردن رسم و من اینا نبود اگرچه ممکن بود رنگ تشکیل کردن ممکن با چون صفت با صفت طلبات جوابگو نبود امروز شکرانه خداوند که با تکنیک معاصر تکنولوژی معاصر ما طریق اون تحریزی میکنیم که این بسیار هم برای خواننده دقت جلب کننده می باشد هم صفت روزنامه به حد خوب است همچون سابق کارمند همچون یک شخص ایجادکار اهل ایجاد روزنامه خطلان و استقبال 90مین سالگرد روزنامه تبریک و تهنیت میگم و بگذار که اهل ایجاد همیشه با اندیشه پاک و سازنده و کلن سبز خویش همیشه از پی ایجاد باشند و هیچ یک مانعه در ایجاد آنها پیش روی آنها ایجاد نشود و با یکایک اهل ایجاد برار پیشروی های کار و تمنا دارم که در خاندان آنها
бо навадсолаҳои дигар рушду пешрафт. Бо рӯзномаи Қатгон ҳамеша ба сӯи ободонӣ қадамҳои устувор мегузорем ва ҳамагон ин рӯзномаро дастгирӣ мекунем ва дар ободкорию созандагӣ дар таблиғи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат пайваста заҳмат мекашем ва ватанро ба сӯи қуллаҳои умед ҳамроҳ мо гом мебардорем ва ба қуллаҳои умед мерасем.